قلم رو داخل پودر میزنم و یکم پودر برمیدارم و ازش تست میگیرم. از قسمت تیره عنبیه شروع میکنم به سایه زدن به این صورت که میبینید. چندین بار این کار رو تکرار میکنم تا تیرگی عنبیه به اندازه مدل برسه. برای جاهای روشن‌تر پودر کمتری برمیدارم، مثل این قسمت پایین عنبیه. بعد از اینکه تیرگی رو گذاشتم یه قلموی تمیز برمیدارم و روی کل عنبیه یکم سایه میزنم. به جهتی که قلمو رو توی دستم نگه داشتم و دارم سایه میزنم دقت کنید. من روی خطوطی که کشیدم قلمو رو مثل همون خطوط عمود میذارم و روشون رو سایه میزنم. با پاکن اتودی معمولی یا مونوزیرو که نوکش رو برش زدم و تیزش کردم، میام روشنایی خطی که داخل عنبیه هستش رو هم ایجاد میکنم. پاکن فرچه‌ای رو روی سنباده تیز میکنم و یک سری بافت ها و روشنیایی که خیلی تیز نیست، خیلی روشن نیست رو باهاش میکشم. این که موقع کار از چه پاککنی برای چه قسمت‌هایی استفاده کنید یا از چه کنته‌ای، همش با همین کوچیکایی که دارید تو هر ویدیو آموزش میبینید شکل میگیره و در نهایت موقعی که خودتون دارید کار میکنید، وقتی به اون تسلطی که لازمه برسید، بدون اینکه نیاز باشه فکر کنید و با هر ابزاری که راحت هستید کارتون رو اجرا میکنید. اگر موقع گذاشتن بافتای روشن، بافتایی که کشیدید بیشتر از مدلتون روشن شد یا حالا خیلی بزرگ گذاشتید، میتونید با قلمو دوباره روشون یه مقداری سایه بزنید و دوباره بافت ها رو بکشید.
مدام سر پاکنتون رو برش بزنید و موقعی که یه مقدار از اون تیزی که داره از بین میره دیگه باهاش روشنایی ایجاد نکنید. با مداد 8B یا همون 8B لوموگراف یک سری جزئیاتی که داخل عنبیه هستش رو دوباره میکشم. با قلموی صفر خرم روی همون خطوطی که کشیدم روی مقداری محو میکنم.